قراره چیکارم کنی؟ عروسک. من بای خدا دیگه من نخواهید دید. آخرین ویدیو یوتیوب. آرایش بکن. ها؟ آخه کی به من گفت بیا تو یوتیوب فعالیت کن؟ من خوشگلم کردی. خوشگل دوست داری؟ دیدید من عروس شدم بالاخره. سلام عزیزای دلم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو قراره یه کار عجیب بکنید. راستش عجب برف. بذار اول برفو بهتون نشون بدم، نگاه کن. عجب برفی اومده. کلا شیشه جلو دیده نمیشه. این مرمه کلا برفه. حالا نشستم ویدیو بگیرم برم پاک کنم. آقا بریم دنبال دوست دخترم بیاریمش که یه کار باحال بکنیم. حالا ببینیم برنامه چیه. بریم بیاریمش. دوستان طبق معمول ما رسیدیم و منتظریم که حاج خانوم بیادش. برفم میاد، حالا نمیدونم میبینید یا نه. آقا اومدیم خونه. البته سلام علیکم. سلام. اومدیم خونه. دیدیم چی؟ برقا رفته. پس چیکار میکنیم؟ با نور طبیعی ویدیومونو میگیریم. بریم تو کارش. قراره چیکار کنیم تو به بچه‌ها بگو. خب ما امروز قراره اینو آرایش بکنیم. آفرین. ها؟ آرایش بکنیم. ها؟ آرایش بکنیم؟ قرارمون این نبود. همه تیار بودیم. آماده. خب الان برو اون چیزو بیار بزنیم اینجا. رضا برو بیار اینجا رو بزن. من نمیخوام بزن. اینا رو نه باید بزن. اینا نه مجبوری. نه اینا نه. باید نه اصلا. اینجا رو آرایش بکن دیگه. اینجا رو برای چی میزنی خب؟ اصلا بزنم اینا رو. آخه بزنم من اینا رو الان شما بگید. دیدی میگن نه باید. آخه نمیشه. به یه شرط بزنم. اگه تو اینا رو آرایش بکن، اگه این ویدیو 50,000 لایک بخوره، 50,000 تا لایک، من اینا رو میزنم. اوکیه؟ قبول کرد. خب بیا این زهات رو بزن. منظور اضافه باشه اینا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اله الا الله. خب آقا بریم تو کارش. یه چاره ای نیستش. آرایش خانم آنتی بیوتی خانم دیگه کم ببینیم قراره چیکار بکنیم. اصلا یه چی بهت بگم، قراره با من چیکار بکنی؟ الان نشون نده. سالن وقت به زور کشونیم از سالن آوردیمش. وقت پر وقتمو برات خالی. منم دارم آرایش میکنم. برقا اومده بود رفت دوباره. اصلا رفت آمده بود. خب الان برو صورتتو بشور. بدم صورتمو بشورم. آقا من بعد از دیدن اینا فهمیدم که آخ کارم ساخت است. خودم کردم که لعنت بر خودم. چی بگم؟ قراره چی کارم کنی؟ عروسم کنی؟ خب حالا یکی از اینا انتخاب کن. یکی از اینا انتخاب کنم؟ بذار با بچه با هم انتخاب کنم. آقا کدوم؟ این؟ منو میخوای اینجوری کنی؟ یا اول فاز. الان من چند تا سینه؟ خیلی آخه من هیچ فرقی بین اینا نمیبینم. همشون من اینا رو یکی میبینم. یه چیزی میبینم. نه تو یکی نبینم. حالا یکیش عروسکیه یکیش علویه. آقا این اوکیه؟ اوکی. شما بگید کدوم. من که همه اینا رو یکی میبینم ولی این حله. نجه یا حله؟ نه حله. اینجورو میشینه. من بای خدا دیگه من نخواهید دید. آخرین ویدیو یوتیوب. خب این مرد کننده سیمپل واسه پوست چرم. سیمپل؟
ترسی میده. من پوست چرب داره چرب ترسی یا اول آخه کی به من گفت بیا تو یوتیوب فعالیت کن؟ خودم کردم که لعنت بر خودم. من چرا باید بیام؟ جواب میکنه. بله چقدر حال میده بشینی یکی آرایشت کنه. واقعا چه حالی میده بالا. آرایش خانم بیوتی. به به به. خانم به نظر شما دماغم عمل بکنم؟ دماغ چشه؟ چشمم نه که دماغم. میدمم. این چیه؟ چیه؟ اینم ضد آفتاب اویدر. اینم واسه پوستای چرب که کلام پوستش چرب. پوستم چرب. رفته احساس میکنم مثلا چجوری بهتون بگم این پوست خودمه یه لایه میاد روش دوباره یه لایه دیگه میاد روش سنگین میشه آدم. حالا چی فکر کنم کاری نکردی؟ اینجوری که این گفته ها هنوز اولشه خیلی کار داره نبود؟ والا یه چی بهتون بگم میخواست اینا رو هم بزنه خوب شد نزده. بچه نترسید ما همه با هم هستیم. پشت صحنه عوامل پشت صحنه آره برگام پرام همه هرچی ریختنیه ریخت. عالیه. شانس ما برقم رفت اومد ولی بازم رفت. اینم پراید پراید مرد رنگین کم اوریجینال رنگین کم یا اول به خود زمین اینقدر لایه نداره که من اینقدر لایه داره. چقدر هم حال میده ولی آدم خیلی سنگین میشه جدی میگم. اد نداره منم انتقام این روز قراره بگیرم. صبر کنید ویدیو من خوب لایک بخوری میفهمید. خدا به ما یه پیشونی داده خب از بختم بلندتر. خب اینم کرم پودر من اینو میشناسم گابریل با هم خرید. دوستان لایه دهم چندم تا الان دنیا 7-8 تا لایه رفتیم. چقدر با ظرافت با شقاوت با دقت با ظرافت. خب خوشگله یا اول این چی؟ این چیه؟ چه شکل بعدی داره؟ یا اول ضربه های ریز ولی شدید. جدا اینطوری آرایش رفته هم جدا اینطوری آرایش میکنید؟ یعنی تا حالا 7-8 لایه اومده رو؟ خب دیگه میکاپ عروس. عروس یا اول فصل؟ باید چند ساعت اینجوری بریم. مگه میشورم میره دیگه؟ نه یعنی چی؟ کمش 4 ساعت میره. 4 ساعت؟ من الان میخوام برم سر کار. اینجوری میرم؟ فکر کنم کار کنسله. من خونه تکونه میخورم. پسر که کار کنه کنسله. مهره ما داره تو دل ولی به با تمام شد. دوستان به میکاپ هم چند نمره میدید؟ خب اینم
کانسلر گابرینی شماره گابرینی مگه الان نزدیم؟ اینم کانسلرش. یعنی چی؟ میزنم به پشت تلفن. بس. ببر. بای بای ما رفتیم. بای بای ما رفتیم. این چه بلایی بود بر سرمان آمد. آروم ترسیدم. به خدا این داره انتقام یه سری چیزا رو از من میگیره. من دارم میبینم. ببند. باز کن بالا رو نگاه کن. چشم. زیاد بگو عادت کن. ببند. پنکیک. یا اول پس این چیه؟ سایه؟ من که خودم نمیبینم چون گفته قرار آخرش بهت نشون بدیم چی شدیم، ولی خدا به خیر کنه. فکر کنم دیگه از این به بعد صدا به تصویر نخوره. چشامو نمیتونم بلند کنم، سنگین شد. پلکم بالا نمیره، سنگین شد. این چیکار کردین؟ دوستان پیشنهادم به بچهای تو خونه اینه که این کار رو تو خونه انجام ندید. من که چشام بسته است. شبیه عروسای 10-70 شدی. بریم خسبان. این مشکی دارکه، ترسناکه. این خط چشم. من چرا چشام بستم مگه میدونستی؟ به به شما هم شنیدید بچه‌ها؟ فکر کنم خراب کردم. تو خراب کردی همه چیزو خودت. باز کن. نخندید. سر بخندید سرتون نه میاد. قراره بری خسبان دیگه عوض شد. باور کن آخرش من میدونم قراره بگم چیزی که سفارش میدی چیزی که تحویل میگیری. چی گفتی؟ بگو اشتباه کرده. بالا رو ببین جون بابا خودتو بلنز. الان موجه نیست. این چه؟ چسب موجه. این الان قراره من موجه دارم. خب اینا موجه دارم. اینم باید بزنیم. خب بیا اینجا. چسبش کنده میشه دیگه. نه باز کن. نه آخه نمیتونم باز کنم. این چیه اینجا؟ هیچ جا رو نمیبینم. واقعا شما با اینا میگردید؟ چی جوری؟ مگه میشه؟ من نمیتونم. درش بیار. وای اشک چشام داره میاد. چشام پر شد الان اشک. واقعا خدایی اینجوری میگردید؟ آخه من الان نصف جا رو نمیبینم. اشک چشام داره. بذار گریه کنم. اشک چشام وضعیت گریه کردنی. دست خدا سپردم. یه دستمال کاغذی بده من اشکمو پاک کنم. گریه هم میاد. الان دیگه هیچی نمیبینم. شما منو میبینید؟ خب
ابروهات. وای بذارید دستمال کاغذی اشک چشم بگیرم. عجب وضعیتیه. احساس میکنم عمل دارم میشن. به خدا. آها. این دیگه چیه؟ این لیفته. لیفته. دوستان همکنون لیفت ابرو. میخوای ابروهاتو چیکار نکن؟ من قرار بود کاری بکنیم. قرار بود چیکار کنیم؟ اینجا شو مداد بکشی. من نمیدونم. الان مداده؟ و قرار بود نکشیم آخه. همین الان گفتی قرار بود نکشیم. بکش. خیلی باحال. قراره مداد نکشیم. مداد میاد. تا الان چطور شدم؟ یعنی میتونم بگم انگار مثلا یه کلاه اینجوری گذاشتم چون نصف بالا اصلا نصف دیدم نیستش کلا. اینجوری چیزای سیاه میاه هستش. این چیه؟ این پنکیک. پنکیک. آره الان من اینجوری کنم. نه. حالا زیاد به خدا تضاد رو میتونید از اینجا به بالا نگاه کنید. تضاد. نظراتتون تا اینجا؟ روژت میخوای چه رنگی باشه؟ روژ قرمز. اینجوری اضافه‌شو میگیری و فراوون. ماشاءالله ماشاءالله. دکمه ریست نداره؟ مثلا ریست کنم برگردیم دوباره عقب دیگه این کارا رو نکنیم؟ اینم هایلایتر. هایلایتر برجسته میکنه؟ نه. چیکار میکنه؟ اینجوری زری پری میکنه. زری پری میکنه. زری پری. زری پری جون. بسم الله از زری پری. خب الان روژ میزنیم. روژ قرمز به شدت قرمز. این کارا رو با من نکن. خوبیت نداره. تموم شد. تمومه؟ الان اینجوری میکنی تا این از اون نیست اینجوری. نه نکن. باشه. الان کلا تمومه؟ همین؟ همین. آخیش آینه اگه بود من که نمیدونم چی شدم. شما میدونید چی شدم. چشتو ببند. یا بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابوالفضل. یا ابوالفضل. فقط یه لحظه ببخشید آینه اینقدر کثیفه من خیلی جا رو نمیبینم. این منم؟ و من کیه؟ یا این منم؟ چه خوشگل شدم. واقعا خوشگلم کردی. خوشگل دوست داری؟ دیدید من هر روز شدم بالاخره. شما نگاه نکن. بدیه. خوبیت نداره بدیت داره. خوبیت نه. شما نگاه نکن. از نزدیک بگیر حالا. یه تورم الان میذاری؟ الان میتونم برم بشورم بره دیگه اینا. نه 4 ساعت یعنی من اینجوری بمونم؟ من 2 دقیقه هم نمیتونم. آقا نظرتون چیه؟ دید دیگه چه بلای سر من آورد. انتقام این ویدیو رو میگیرم. بهتونم نشون میدم. ویدیوش هم میگیرم. اب ندارم. چرخ و فلک میچرخ. دارم نگاه میکنم. چیزی که سفارش میدین، چیزی که تحویل میگیرید. بچرخ کام. عزیزان رضایت داشتید؟ عالی. فقط آقا اگه این ویدیو چه خوشگل شدم.
اصلا میبینی اینا اصلا تو آرایش زنونه هم اضافه کنید، اینا خیلی خوب میشه. نگاه کن چقدر جذاب باحال شد. آقا این ویدیومون گفتیم اگه 50 تا لایک بخوره اینا رو هم میزنیم. آقا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مخلص همتون. خداحافظ.